سلام، حالتون چطوره؟ به تدریس شو خوش اومدید. من عبداللهی هستم و امروز میخوام یک برنامه بسیار کاربردی به اسم پیکسل اپ رو به شما آموزش بدم. پس با تدریس شو همراه باشید. عزیزان، ابتدا یک توضیح کلی در مورد برنامه پیکسل اپ من به شما بدم. این برنامه یک برنامه طراحی گرافیک بسیار عالیه که با استفاده از اون میتونید هر چیزی رو طراحی بکنید، مثل جلد کتاب، کاربرگ، برچسب، لوگو، بروشور، بنر و هر چیزی رو که شما فکرش رو بکنید و میتونید حتی با استفاده از اینها کسب درآمد هم بکنید. امکان ذخیره پروژه هم درش هست که من توی آموزش ها بهتون میگم به چه درد میخوره. این ذخیره پروژه خیلی به شما کمک میکنه. نکته بعد در مورد این اپلیکیشن این هست که روی گوشی های اندروید 5 به بالا نصب میشه، روی آیفون نصب نمیشه. پس اگه آیفون دارید باید حتما یه گوشی اندروید تهیه بکنید. حالا بریم قسمت اول آموزش رو با هم دیگه ببینیم. انشالله وقتی که کل برنامه رو شما به صورت ابتدایی یاد گرفتید، شروع میکنیم با هم دیگه پروژه ها رو انجام دادن. خب وارد برنامه پیکسل اپ میشیم. بچه‌ها نگاه کنید، محیط پیکسل اپ اینجوریه. یک صفحه 1x1 هست. اینجا یک قسمت داره نیو تکست. حالا براتون کامل توضیح میدم. آیکون های بالا داره و آیکون های پایین داره که همه رو به طور کامل بر شما توضیح میدم. فقط یک نکته رو بگم، ممکنه برای بعضی از شما آیکون ها بالا نیاد، که اگر این مشکل برای شما به وجود اومد، زبان گوشیتون رو اگر انگلیسی بکنید این مشکل برطرف میشه. ولی اگر این مشکلتون هم برطرف نشد، توی کامنت ها برای من بنویسید تا من یک راه حل دیگه به شما بدم که 100% مشکلش برطرف میشه. خب حالا نگاه بکنید بچه‌ها، این قسمت نیو تکست رو میبینید. خب این یعنی یه تکست جدید وارد بکنید دیگه، یک متن جدید وارد بکنید. حالا میریم برای قسمت بالا. نگاه کنید الان روی نیو تکست یه کادری دور تا دورش هست، یعنی اینکه ما این نیو تکست رو انتخاب کردیم و انتخاب شده از خودش به صورت پیش‌فرض. حالا این قسمت دو تا علامت داره، یکی علامت مداده، یکی علامت سطل زباله است. که علامت سطل زباله یعنی اون متن رو شما بخواید حذف کنید، حالا چه متنی نوشته باشه چه همین نیو تکستی که خودش به صورت پیش‌فرض برای شما گذاشته رو بخواید حذفش بکنید. اما قسمت مداد اگر بزنید یه قسمتی میاد، یعنی ادیت متن. البته اینجا برای ادیت متن یه آیکون های خیلی محدودی رو گذاشته که من بعداً بهتون میگم آیکون های پیشرفته ادیت متن کجا هست. مثلا توی این قسمت شما اگر وارد بشید و روی نیو تکستون زده باشید، به راحتی میتونید متنتون رو حالا سه‌بعدی بکنید، میتونید تغییراتی درش به وجود بیارید، سایه بدید، استروک و خیلی کارهای دیگه که براتون همه اینها رو توضیح میدم. فعلا بریم برای آیکون های بالا. نگاه کنید شما وقتی که روی این قسمت میزنید چند تا آیکون دارید. یکی آیکون مداده که یعنی اینکه شما بیا این رو ویرایش بکن، یعنی بیا تکسی که میخوای رو بنویس. به عنوان مثال حالا پاکش میکنی، به عنوان مثال مینویسی سلام. حالا این قسمت فونتشه که فونتش رو شما میتونید تغییر بدید، ولی الان اعمال نمیشه. چرا؟ چون روی زبان انگلیسی این فونت ها اعمال میشه. من بعداً براتون فونت های فارسی رو توی کانال تلگرامم میذارم، برید یک پک فونت رو از اونجا برای خودتون بردارید، ذخیره بکنید و بهتون هم میگم چجوری فونت به پیکسل اپ اضافه بکنید. البته خود پیکسل اپ هم فونت هایی داره که روی زبان انگلیسی باز اعمال میشه، روی زبان فارسی اعمال نمیشه. پس من برای شما فونت هایی رو میذارم که روی زبان فارسی اعمال بشه. خب گزینه های دیگه که داره حذف، کنسل و اوکی. حذف که یعنی اینکه شما بخواید اون نوشتهتون رو حذف بکنید، حالا یه نوشته دیگه بنویسید. حالا به عنوان مثال دوباره من سلام رو می نویسم. کنسل یعنی اینکه کلا این کنسل بشه و خارج میشیم ازش و دوباره حالا وارد میشم. توی اوکی هم یعنی اینکه حالا اون متنی رو که شما نوشتید، سلام دوستان، اون متن رو که نوشتید اوکیه و اوکی رو میزنید. حالا نگاه بکنید دوباره این قسمت رو وارد میشیم. این علامت یعنی کپی کردن، شما از رو متنتون کپی میکنید. خب من که نمیخوام اون کپی رو دوباره حذفش میکنم،
رو سطل زباله میذارم حذف میکنم. نگاه کنید یه نکته دیگه جالبی که من بهتون توضیح بدم، الان تصویر مداد و سطل زباله پاک شده. دلیلش چیه؟ چون من اون نیو تکس و حالا روی اون متنی که نوشتم دیگه کلیک نکردم و اون رو انتخاب نکردم. شما وقتی متنتون رو انتخاب داشته باشی میتونی ویرایشش بکنی و گزینه‌های ویرایش متن برات میاد، ولی وقتی که روی متنت نزنی و روی صفحه بزنی دیگه اون گزینه‌ها برای شما حذف میشه، دیگه نمیاد، یعنی که دیگه شما نمیخوای متنت رو ویرایش بکنی. پس هر وقت هر آیکونی رو که شما خواستید ویرایش کنید، حالا برای چیزای دیگه هم میرم بهتون توضیح میدم، باید روی اون قسمت بزنید. خب حالا بریم بر گزینه‌های بعدی. کپی رو بهتون گفتم، سایزش و چرخشش رو هم بهتون توضیح بدم. اینجا روی سایز که میزنید نگاه کنید یه قسمتی برای شما میاد سایز متنتون رو مشخص میکنه. هم میتونید دستی اینجوری مشخصش بکنید، حالا این قسمت رو زیاد و کم بکنید، یا اینکه یه جایی میبینید به عنوان مثال خیلی میخواید کوچیک مینیمومی در واقع زیاد و کمیش بکنید، یه علامت به علاوه و منها هست. مثلا من این منها رو میزنم نگاه کنید یه داره کوچیک‌تر میشه، یا این به علاوه رو میزنم بزرگتر میشه. بچه‌ها این منها و به علاوه خیلی به کارتون میاد. به عنوان مثال شما دارید یک کاربرگ طراحی میکنید، یه جا یه متن رو نوشتید، اومدید اون متن رو اوکی کردید، بعد اومدید یه متن دیگر میخواید بنویسید دقیقاً اندازه اون یکی باشه. خب میایید میبینید مثلا اندازه مثلا 139 اون، شما اون یکی رو میخواید بزنید 140. خب یه دونه است، حالا هر کاری میکنید با این ممکنه تنظیم نشه، زیاد بره جلو. شما با این میتونید یکی کم یا زیاد بکنید و اون رو اندازه دقیقاً متن قبلیتون بکنید. حالا خیلی جاهای دیگه این استفاده میشه و خیلی خوبه. حالا به صورت دستی هم این نکته رو هم بهتون بگم، اصلا این رو هم نزنید، نکنید به صورت دستی هم یه قسمتی اینجا داری، این یک نکن به صورت دستی هم شما میتونید این رو کم و زیاد کنید. خب میگه وقتی من به صورت دستی میتونم زیادش کنم، پس اون گزینه چی بود که برای من گذاشت؟ اون گزینه رو میگم برای کارهای خیلی دقیق که میخواید خیلی دقیق کار بکنید، اون گزینه خیلی مناسبه. دستی که بخواید بزرگ و کوچیکش بکنید خیلی دقیق نیست، مثل برنامه‌های دیگه است، ولی اون دقیق به شما میگه، سایزتون رو براتون مشخص میکنه. خب این هم از این. یه گزینه دیگه داره چرخشه. نگاه کنید شما میتونید متنت رو با این به این صورت بچرخونید. باز اینجا هم چرخش کوچیک و بزرگ داره، میتونی اندازه هاش رو کم و زیاد کنی که این توی پروژه خیلی به دردتون میخوره این گزینه. حالا علاوه بر این قسمت نگاه کنید، علاوه بر این قسمت یه حالا علامتی این پایین شما دارید میبینید یه هلال ماننده. این هلال هم همون چرخشه در واقع که شما به صورت دستی میتونید اون کار را انجام بدید. میگم حالا شما خیلیاتون میگید خب وقتی اینجا رو خود آیکونه داره چرا اومده اون قسمت هم برای شما گذاشته؟ اون قسمت رو میگم برای کارهای خیلی دقیق که اندازه دقیق رو به شما بده گذاشته. حالا بریم برای گزینه‌های بعدی. گزینه بعدی این قسمت هست که باز اینجا جهت متنتون رو به شما نشون میده. به عنوان مثال متنتون بیاد اینجا قسمت وسط، دوباره یه مقدار بیاد پایینتر، اینجا دیگه حالا متنتون رو میتونه جاش رو تغییر بده. بچه‌ها نگاه کنید اینجا یه قسمت تیک داره، یه قسمت ضربه در داره. شما به عنوان مثال متنت رو میاری اینجا، میخوای اعمالش بکنی، میای علامت تیک رو میزنی اعمال میشه. یه جای دیگه میای نگاه کنی دوباره واردش بشی، متنت رو میاری مثلا این قسمت ولی نمیخوای اعمالش، میبینی نه زشت قشنگ نیست دیگه نمیخوام اعمالش بکنم، علامت ضربه در رو میزنم و دیگه اعمال نمیشه، برمیگرده به حالت قبلیش. این هم از این گزینه. یه گزینه دیگه رنگه، پالت رنگتون هست که توی پالت رنگتون شما خیلی کارها میتونید انجام بدید. من یک توضیح الان بهتون کامل میدم. توی قسمت کلر نگاه بکنید، خب رنگ معمولی رو به شما داده که شما میتونید رنگ ها رو انتخاب بکنید، حالا هر رنگی که مد نظرتون بود. به عنوان مثال مثلا بیاید این آبی رو انتخاب بکنید. یه قسمت به علاوه داره که توی این به علاوه گزینه‌های مختلفی داره. اینجا میتونید بیاید رنگتون رو تنظیمش رو حالا تغییر بکنید، ببرید رنگ‌های دیگه
و تنظیمات دیگر رو انجام بدید. حالا این 3 تا نوار چی رو داره بهتون میگه؟ این که باز رنگتون رو اینجا جابجا بکنید و تغییرش بدید. این قسمت روشنایی و تیرگی رنگتون رو داره بهتون نشون میده، نوار دوم. و نوار سوم اوپاسیتی رو داره به شما نشون میده، یعنی اینکه میخواد وضوح رنگتون رو نشون بده. به عنوان مثال شما میخواید پشت رنگتون یک مقدار واضح باشه، اون تصویر واضح باشه، اینجا اوپاسیتی رو به شما نشون میده. و حالا میتونید تایید رو بزنید و اون رنگتون رو اگر ساختید اوکی بزنید. اما یه گزینه‌های دیگه هم اینجا هست. یکی گزینه این قطره چکانه. این قطره چکان به شما میگه که شما میتونه از لایه‌های مختلفی که روی برنامه هست بیای رنگ انتخاب بکنی. حالا بذارید من این الان پس زمین است، من بذارید یه رنگ یه تصویر بیارم اینجا، نگاه کنید الان رنگ پس زمینه شد. شما بذارید من یک تصویر وارد بکنم، به عنوان مثال این تصویر رو من وارد بکنم. حالا میریم قسمت پالت رنگمون. عزیزان بهتون گفتم ادیت متن قسمت های دیگه هم داره توی قسمت پایین که من بعدا براتون به طور کامل توضیح میدم که اونجا پالت رنگ رو دارید. اگر اون قسمت رو یاد بگیرید خیلی از این قسمت اصلا دیگه استفاده نمیکنن چون اونجا اطلاعات کامل رو داره. ولی خب همون جوری که من اینجا دارم توضیح میدم اونجا هم همین موردها هست. خب وارد این قسمت میشید. قسمت نگاه کنید قطره چکان رو ور میدارید. مثلا من میخوام رنگ صورتی این تصویرم باشه، میزنم روی این تصویرم، میارم رنگ صورتیش رو انتخاب میکنم، تیک رو میزنم، الان رنگ متن من صورتی شد. حالا میتونم مثلا حالا تنظیماتش رو تغییر بدم و اعمال بکنم. نگاه کنید خیلی راحت رنگم صورتی شد. نکته بعدی قسمت گرادیانت هم خیلی جذابه بچه ها. نگاه کنید، یعنی این که شما بیا رنگ متنت رو گرادیانت بزن. گرادیانت از 2 تا رنگ ساخته شده. حالا یه مقدار خودش پیش‌فرض به شما داده، یه مقدار رو شما میتونی خودت بسازی. به عنوان مثال نگاه کنید این سیاه سفید، از سیاه و سفید ساخته شده. این 2 رنگ اینجا همینطور. گرادیانت های جذابی داره که شما میتونی اونها رو بیای و تغییرش بدی. به عنوان مثال همین گرادیانت رو میای شما روی قسمت حالا ادیتش و میخوای تغییرش بدی. اولش این قسمت بالا آیکون داره، مثلا این قسمت متنتون رو شما میخوای زرد بشه، این قسمت آبی، میتونی بالا و پایین رو زرد و آبیش رو تغییر بدی. میتونی اینجوری، میتونی وسط رو زرد بکنی، دور تا دور رو آبی و حالا هر کدوم رو که خواستی یا اینجوری اعمال بکنی. این یه نوع اعمال کردن. یه جا نگاه کنید همین علامتی که اینجا به شما داده رو نگاه بکن. شما همین علامت رو میخوای قسمت زرد متنت بیشتر باشه، این علامت رو میکشی اینجوری. میخوای نه قسمت آبی بیشتر باشه، خب قسمت این رو میکشی اینجا و قسمت آبی بیشتر میشه. حالا میتونی اینجوری تنظیمات دستی رو انجام بدی. بچه‌ها اینجا هم یه نوار وجود داره که توی این نوار هم باز تغییراتی رو شما میتونی انجام بدی. علامت به علاوه یعنی شما بیا از این فلش ها رو تعدادش رو بیشتر بکن، منها یعنی این فلش رو کم بکن. حالا به علاوه که شما این فلش رو زیاد میکنی، قبلش بهتون البته بگم نگاه کن کمش میکنم. شما مثلا میخوای از فلش زرد رنگت زیاد بشه، رو فلش زردت میزنی، نگاه کن اینجوری زیاد میشه. خیلی از فلش آبی رنگت زیاد بشه، رو فلش آبیت میزنی، نکن رنگ قسمت پایینش نارنجی میشه، یه دونه بیشتر بهش اضافه میکنی، از آبیات بیشتر شده. بعد میای اینا رو تنظیم میکنی. به عنوان مثال شما میخوای از رنگ زردت خب بره توی این قسمت یه تیکش حالت رنگین کمونیش کنی، بعد یه آبیت بیاد اینجا، نگاه کن قشنگ میتونی جابجاش بکنی و خودت یه رنگ اصلا بسازی. حالا به علاوه شما این فلش ها رو تعدادش رو میتونی بیشتر بکنی، با منها میتونی تعداد اینها رو کم بکنی و ازشون حذف بکنی. 2 تا رو خودش پیش‌فرض داده که شما نمیتونی اونا رو کم بکنی، ولی میتونی تعداد بهشون اضافه بکنی به اون 2 تا پیش‌فرض و از اون اضافه هایی که انجام دادی کم بکنی. خب حالا اینجا تغییرات این فلش ها رو نکن. اینجا 2 تا فلش هست که شما میتونی مثلا بیای روی این آیکون به جای اینکه ضربه بزنی با دستت با این فلش جابجاش بکنی. نکن الان دارم جابجا میکنم، میبرم این سمت یا میبرم این سمت. خب
این رو هم که دادم نگاه کن، دوباره هم از اولی میاد روی آخری فلش، یعنی تغییرات رو دارم اعمال میکنم. این قسمت هم پالت رنگته، یعنی دوباره بیا شما رنگی رو که میخوای تغییرش بده. به عنوان مثلا الان رو آبی بود دیگه، مثلا من میام روی قرمز میذارمش، ببینیم چی میشه. نگاه کن این قسمت، یعنی روی این ضربه زده بودم، اومدم رنگش رو تغییر دادم، رنگ دلخواه خودم رو ساختم. مثلا اینجا سبزه، میام روی این ضربه میزنم، پالت رنگ رو انتخاب میکنم، با اون صورتیش میکنم. نگاه کن الان همچین رنگی رو خودم ساختم. اصلا شما میتونید خیلی قشنگ رنگ های مختلف رو بسازید. تایید رو میزنید، میایید نگاه کنید یه متن رنگین کمانی که خودتون درستش کردید رنگش رو به شما داده. خیلی قسمت جذابی. نکن بعد این قسمت هم میره رو قسمت پیش‌فرض، رنگی رو که خودتون ساختید براتون میره تو قسمت پیش‌فرض و هر وقت خواستید دوباره اون رنگ رو استفاده کنید که نمیخواد برید از اول بسازید، میتونید روش کلیک بکنید و استفاده بکنید. یه قسمت دیگه داره سلکشن، یعنی اینکه متنشتون رو انتخاب کامل کرده و اومده این رنگ رو روش اعمال کرد، ولی شما میخواید به عنوان مثال این رنگ رو فقط روی سلام اعمال بکنید. خب میایید سلام رو انتخاب میکنید. البته این رو هم بهتون بگم توی قسمت گرادیانت این کار اتفاق نمیفته، یعنی حتما باید برید رو قسمت کلور و به عنوان مثال رنگ به عنوان مثال سلام رو تغییر میدم، نارنجیش به عنوان مثال میکنم. یا مثلا میخواید رنگ یک حرفتون رو تغییر فقط بدید، مثلا رنگ 3 رو فقط تغییر بدید. خب میام اینجا، حالا این لم اومده باشه، 3 رو فقط تغییر میدم و رنگش رو صورتی میکنم. یا الان رنگش رو سبز کردم یا رنگش رو مشکی میکنم. میتونید رنگش رو تغییر بدید، مثلا حروف به حروف میتونید رنگشون رو تغییر بدید. فقط لازمه که روی اون حروفی که میخوای حالا اون حروف رو انتخاب بکنی و رنگ مد نظرت رو هم بذاری. فقط بهتون عزیزان بگم روی قسمت گرادیانت این اعمال نمیشه، یعنی رنگ روی فقط قسمت کلوره که میتونی هر حروف رو رنگ بندی بکنی. این هم قسمت پالت رنگ بود، به طور کامل اینجا توضیح دادم. اما این قسمت، این دوتا چیه؟ این قسمت یعنی اینکه مثلا شما متنت رو بیاری روی این تصویر قرار بدی. نکن الان متن من روی تصویر، یه مقدار بزرگترش کنم. خب متنم رو آوردم اینجا قرار دادم. نکن با این فلش هم همینجا بهتون توضیح بدم، شما میتونی تمام تغییراتت رو تا جایی که میخوای برگردونی. خب من متنم رو آوردم اینجا. بچه‌ها نگاه کنید اینجا یه نقطه دیگه هم هست که من بهتون توضیح بدم. از این نقطه شما میتونی متنت رو بزرگتر بکنی و حالا یا اینجوری کوچیکترش بکنی و تغییرات رو درش اعمال بکنی. این نقطه هم هست. خب من متنم رو آوردم رو، پس با این گزینه متنم رو میارم رو. یکی میگه نه بعضی اوقات میخوای متنت زیر تصویرت باشه. خب این رو گزینه رو میزنی. نگاه کن الان متن من اومده زیر تصویرم. حالا تو بعضی جا به عنوان مثلا میام اینجوری قرارش میدم، میاد زیر تصویرم، بعضی جاها میاد متن میاد روی تصویرم. بفرمایید الان اومده روی تصویرم. پس با این گزینه هم شما میتونی تغییراتی رو اعمال بکنی. تا اینجا حالا کار رو داشته باشید. انشالله بقیه گزینه ها رو توی جلسات بعدی برای شما به طور کامل توضیح میدم.